بهت یاد میدم که چطوری خانواده تشکیل بدیم. این اولین شب نبود، آخرین شبم نیست. اوکی. خیلی خوب. حالا وقتشه یکم با هم حرف بزنیم. پس اون اسماعیل معروف تویی ها؟ خونه خراب کنی که یه زن متأهل و فریب داد و دزدید. من خونه ای رو خراب نکردم، کسی رو ندزدیدم. ما عاشق هم بودیم، فقط فرار کردیم. عاشق بودین؟ آره بودیم، به خاطرش هم خطر کردیم. تو چی میفهمی که عشق چیه حرومزاده بی پدر مادر؟ تو از عشق چی میفهمی ها؟ چرا ندونم؟ عشق این شکلیه. یعنی چه شکلی؟ همین شکلی. این که بدونی یه روز گیر میافتی و با ترس از مرگ هر روز زندگی کنی. عاشقی یعنی جرأت کنی با کسی که دوستش داری زندگی کنی بدون اینکه از آقا جمیل بترسی. تو راننده کامیون بودی؟ آره، راننده کامیونم. اینا رو پشت کامیونت نوشتی؟ نه، پشتش نوشتم آتش ممنوع. دیگه حرف زدن کافیه. نسیم کجاست؟ نمیدونم. نسیم کجاست؟ گفتم که نمیدونم. اگه چی؟ حتی اگه میدونستمم بازم بهت نمیگفتم. خب این شکلیه دیگه. پس انقدر دوستش داری که براش بمیری نه؟ آره خیلی. با همین چشا نگاش میکردی آره؟ با همین چشا دیدیش؟ با همین چشای کثافت دیدیش؟ این قلب واسه اون میزد؟ با این دستا به نسیم دست میزدی؟ با این دستا دستشو گرفتی؟ نسیم کجاست؟ بهت گفتم نسیم کجاست؟ احمد قضیه خیلی جدیه، پس به هم بگو. به پدرت گفتی اینجا این؟ بابامو کشتنش، اونو به خاطر تو کشتنش، میفهمی؟ هنوز نمیدونیم چی شده. بعدش هم چرا باید پدرتو بکشن؟ اونا فکر میکنن بابات میدونه مامانت کجاست. کاش با اون مرد میموندی، کاش هیچ وقت فرار نمیکردی، اینجوری زندگی کسی رو خراب نمیکردی. وقتی چیزی رو نمیدونی خفه شو. چرا گریه میکنی؟ مگه برات مهمه که چه بلایی سر بابام میاد؟ چی میگی پسرم؟ چرا فکر میکنی برای من مهم نیست؟ چون دخترتو ول کردی. احمد چی گفتی؟ چی گفتی؟ بچه‌تو ول کردی، چی برات مهمه؟ وقتی چیزی رو نمیدونی دهنتو ببند. چته چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ دختر حالشو نمیبینی؟ پس حال من چی؟ ها؟ کی به من فکر میکنه؟ ببین احمد، الان هممون عصبانیم. اول از همه باید هممون آروم بشیم باشه؟ بعد میشینیم و صحبت میکنیم. ازت متنفرم. احمد نه، صبر کن، وایسا. میدونم ترسیدی، الان نگران پدرتی، ولی هیچ اتفاقی براش نمیفته، نگران نباش. چطور میتونی انقدر مطمئن باشی اونا بابامو میکشن؟ به خاطر تو میکشنش. باشه
باشه. اشتباه کردی، زود تصمیم گرفتی. یه جوری حلش میکردیم دیگه. چه جوری حلش میکردی؟ طبق قرارداد باید روزی $30,000 پرداخت کنیم. بهم بگو ببینم چطوری میخوای این همه پولو پرداخت کنی؟ یعنی راه حلش اینه با سبیلای قاچاق درگیر بشی؟ آره؟ غلطو با غلط درست نمیکنن. هر اتفاقی بیفته پای منه. تو خودت قاطی ماجرا نه. من اینجوریم؟ خیلی عالیه. اگه همه چی پای توئه پس منم به زندگیم برسم، درسته؟ دقیقاً. حالا گیزمو بردار و برو سفر. نگران نباش، درستش میکنم. بهم اعتماد کن. بهت اعتماد دارم، به سبیلایی ندارم. خودم حلش میکنم. نمیذارم بهت نزدیک بشه. تو هم باید ازش دور بمونی. نمیذارم به رابطت با گیزم آسیب بزنه. اصلا نگران نباش. نباید زندگی کسی رو خراب میکردی. چی شده؟ احمد؟ بیا اینجا بینم. عزیزم مشکله؟ چی شده؟ یکم با مامانش بحثش شده، واسه همین ناراحته. بریم. خیلی خوب، پس ما با هم حرف میزنیم. ما مردیم، حرفمو میفهمیم دیگه. نه بابا لازم نیست. عزیزم اجازه بده ما با هم حرف بزنیم. اینجوری خیلی بهتره. تو دخالت نکن. بیا احمد، بیا اینجا بشین. همینجا بشین. خب تعریف کن، چی شده؟ بذار حرف بزنم. مهمت راست میگه. تو این شرایط پسرا دوست دارن با یه برادر بزرگتر حرف بزنن تا آروم بشن. باشه. مگه تو کی هستی که نسیمه رو دوست داری ها؟ تو کی هستی؟ بابا چی کار میکنی؟ بس کن، خواهش میکنم. چی کار میکنی؟ مگه نمیبینی مرده رو؟ این تنها شانس ما برای پیدا کردن نسیم است. دیگه نمیتونیم اونو پیدا کنیم. لطفاً آروم باش، بیا بریم. بابا ببین، من میفهممت، درکت میکنم، ولی لطفاً سعی کن منطقی باشی. خواهش میکنم ازت. اگه این مرد بمیره همه زحمتامون هدر میره. اون زن 15 ساله ازت فرار میکنه. اگه میشد تا الان پیداش کرده بودی. لطفاً بابا، خواهش میکنم، لطفاً. فقط تا فردا صبح وقت داری. شنیدی کامیوندار؟ تا فردا صبح وقت داری. یا خودت با زبون خوش جای نسیمه رو بهمون میگی، یا باهات کاری میکنم مثل بلبل چهچهه بزنی و جاشو بگی. شنیدی چی گفتم؟ شنیدی چی گفتم مردک؟ باشه، لطفاً بیا بریم. بیا بابا لطفاً. چی شده احمد؟ احمد خب چرا ساکتی احمد جان؟ کی میدونه؟ شاید اگه بگی من بتونم کمکت کنم عزیزم. مامانم یه چیزایی دربارش هست که هیچ کس نمیدونه. چه چیزایی مثلا؟ ای بابا، مثل این که مهمه. چی شده نورجان؟ خب یکی مدام به گیزم خانم پیام میده. با خودم گفتم شاید کار مهمی باشه. خواستم گوشی رو براشون ببرم. خودش که اومد گوشیشو چک میکنه. حالا بدش به من، خودم نگاه میکنم. باشه حتما. آیشه خانم برای شام میاد؟ آره میاد، یعنی امیدوارم بیاد. باشه، من سالادو میارم.
اولین شب نبود، آخرین شب هم نخواهد بود. این میخواد منو دیوونه کنه. خدای خودت بهم صبر بده. احمد چیکار کنم؟ با تو هم چیکار کنم؟ نمیدونم دیگه، از دست کارات واقعا خسته شدم. از کی میترسی؟ از بابات؟ ببین احمد، تا وقتی اینجایی هیچ خطری تهدیدتون نمیکنه، نه مادرتو نه تو رو. کاشکی بزرگ بودم. آخه چرا؟ مثلا میخواستی چی کار کنی؟ نمیذاشتم کنترلم کنم، نه مامانم نه بابام، هر کاری که میخواستم میکردم. وقتی به دنیا میایم کسی نمیپرسه چه پدر و مادری میخوایم. خوش شانس باشیم پدر و مادر خوب داریم، نباشیم هم که خب باهاشون به مشکل میخوریم دیگه. بزرگترین معجزه برای یه بچه داشتن پدر و مادر خوبه. منم خوش شانس نبودم. بابای منم مثل بابای تو بود، فقط روشش فرق میکرد، همین. نمیدونم، واقعا نمیدونم چی کار کنم. زندگیم داره از هم میپاشه ولی نمیتونم کاری بکنم. همینجوری وایستادم و چیزایی که یواش یواش از صفر ساختمشون داره جلوی چشمم از هم میپاشه و کاملا از بین میره. هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد. به من چه؟ تقصیر منه. منم یه زندگی خیلی خوب و قشنگ داشتم ولی یهویی همه چیز خراب شد. حتی حالا پسرم با نفرت داره به من نگاه میکنه، پس لطفا دیگه سرزنشم نکن. همه اینا تقصیر اون جمیل مارصفته، میفهمی؟ 15 سال پیش که فرار کردی میدونستی جمیل بالاخره پیدات میکنه. انتخاب کردی و حالم داری تاوان میدی. من چی؟ من نه 15 سال پیش انتخاب کردم چه اتفاقی برام بیفته و نه حالا. اصلا دلت برام نمیسوزه؟ نه؟ ببینم تو اصلا قلب داری؟ تو داری؟ ببینم میخوای چی کار کنم؟ به پات بیفتم و التماس کنم؟ چی کار کنم؟ میبینی که تو هچل افتادم. تو فقط به کسی آسیب نزن، دیگه هیچی ازت نمیخوام. آبجی مگه به کی آسیب زدم؟ پس منظورت هاجره؟ من هاجر رو هیچ کاریش نکردم، خدا نخواست زنده بمونه. ساکت باش. چون ولت کردم و رفتم داری با هم اینجوری میکنی ها؟ آره، واسه همین ازم متنفری. این نفرت نیست. باشه، اما من بهش میگم نفرت. تو اسمشو میذاری خشم، ولی یادته اون موقعم بهت گفتم؟ یادته؟ اون موقعم بهت گفتم نمیتونم از دستش فرار کنم، بالاخره منو میکشه. باشه؟ فراموش نکن. ولی من واقعا شرمنده‌ام فریده. آی، هنوزم عادت نکردم. ببخشید، حق با توه. فریده دیگه سوخت و خاکستر شد. گیزم خانم جاش اومد. آره. بابا اونقدرام بد نیست. این 2 روز اتفاقای عجیبی افتاد. چی شده؟ دیگه نمیتونم صبر کنم، میرم پیششون. آقا مهمت، خیلی ببخشید، شما هم همینجوری سرتون خیلی شلوغه، ما هم هی مزاحمتون میشیم. نه، فقط داشتیم حرف میزدیم. مگه نه احمد؟ چه حرف زدنی، نوجوونه دیگه، بی خودی عصبانی میشن، نمیشه باشون حرف زد، میپرن بهت. احمد عزیزم، پسرم، لطفاً منو ببخش دلتو شکستم. باشه، بیا عزیزم، بیشتر از این مزاحم آقا مهمت نشیم. باشه، بیا بریم. پاشو. اون مزاحم نیستی پک خانم. احمد گوشیت پیشته؟ شماره‌مو بزن، هر وقت خواستی میتونی بهم زنگ بزنی. باشه؟ نه لازم نیست. بگی نفسش میکنم. 0582
مطمئنم گفته. اگه گفته بود مهمت اینقدر آروم نبود. پس یه ساعته درباره چی دارن حرف میزنن؟ میفهمیم. عزیزم میشه حرف بزنی؟ احمد. آره جان بیا بودو. بچم دیگه بچم. درکش میکنم. پدرش رفته، ترس مادرش هم نگرانش کرده. احمد نوجوونه، بی تجربه است. بذار من مراقبش باشم. عزیزم چند روز دیگه از اینجا میرم، براشون خونه پیدا میکنم. نگران نباش، بسپارش به من. باشه، اگه اتفاقی افتاد بهم بگو. ممکنه حتی فرار کنه، دستتم به جایی بند نیست. خوبه که کسی باهاش بتونه حرف بزنه. حداقل میتونیم یکم آرومش کنیم دیگه. باشه. خیالم راحت؟ خیالت راحت. ببینم با آقا مهمت چی گفتی ها؟ چند بار بگم هیچی نگفتم. اما چونت گرم شده بود، ساکت نمی شدی. گفتم هیچی. پسرم، نه زندگی خودمونو نه زندگی خالتو خراب نکن، فهمیدی؟ مگه نگفتی خالتو دوست داری ها؟ میگم نگران نباش، رازتو نگفتم. به من دروغ نگو. دروغ نمیگم، خستم کردی، من از اینجا میرم. کجا میری؟ فکر کردی داریم بازی میکنیم؟ بذار بگم جمیل کیه. اون کسیه که اگه یه روز پیدامون کنه جنازمونو پیدا نمیکنم، فهمیدی؟ باشه ولش کن آبجی. احمد دقیقاً به مهمت چی گفتی؟ بگو تا بدونیم چی کار کنیم. میگم هیچی بهش نگفتم، چرا هیچ کس باور نمیکنه؟ چون نمیگی داشتین چی میگفتین. پس 2 ساعته دارین درباره چی حرف میزنین؟ من مطمئنم یه چیزی گفته. بهش گفتم بابام هر روز تو رو کتک میزد. حالا راحت شدی؟ دست از سرم بردار. داره راستشو میگه. ولی احمد قضیه خیلی جدی تر از این حرف هست. میفهمم، معلومه که دلت میخواد بابات پیشت باشه، ولی ما باید مواظب باشیم و عاقلانه عمل کنیم. باید خودمون سالم باشیم تا بتونیم باباتو نجات بدیم. باید جامون امن باشه. پس حالا نباید یواشکی دنبال بابات بگردی یا بخوای بهش سنگ بزنی، باشه؟ خیلی خوب، فهمیدی؟ مگه این چیز خالیشه؟ بس کن. اوف، ببینم تو چته؟ زندگی شیها عوض شده، نمیفهمی حالش خوب نیست. انگار تو بچگی آب تو دل ما تکون نخورده ها. بچگیمون چه جوری بود؟ مال منو یادته؟ منو ولش کن. بچگی خودت چی؟ اونو یادته؟ الان تو ببین، کار خوب، ظاهر خوب، همه چی عالی. خب که چی؟ بدون هر بچه‌ای داستان خودشو میسازه. آی بازم از این شعارا. ببینم تو اصلا میدونی من چه حسی دارم؟ آسیبای دوران بچگی به راحتی خوب نمیشن. هر کی داستان زندگی خودشو داره. بی خیال، همینم مونده فلسفه یاد بگیرم. حالا این حرفا رو ولش کن. خودت هیچ کاری انجام نمیدی آبجی. هر قدمی برمیداری به هم بگو، فهمیدی؟ باشه؟ باشه دیگه. الانم به پسرت برس، این قدم بهش گیر نده. فرض کن رفتی اونجا، چطوری سویلایو راضی میکنی؟ میخوای اسلحه بذاری روی سرش؟ میخوای بکشیش؟ دیگه نمیتونیم جلوشو بگیریم. میدونه اگه بخواد با همون در بیفته چه اتفاقی میافته. نمیتونه کاری بکنه. مهمت، فکر کنم باید یکم آروم باشی. خودت شروعش کردی. چی داری میگی یاوز؟ مطمئنی اون شب بینتون اتفاقی نیفتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. پس اون عکس‌ها چی میگن؟ همه چی خوبه؟ ببینم مشکلی پیش اومده؟ هنوز نتونستیم این قضیه دزدی رو حل کنیم. از دست من کاری برمیاد؟ نه گیزم جان، ممنون. یه کارایی کردیم درست میشه، نگران نباش. باشه، پس من میرم یه چیزی برای ایپک و پسرش ببرم. آیشم میاد دیگه؟ آره؟ آره گفت میاد. دیگه از این ماجرا خسته شدم.
بین ما هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی مثل این که تو نمیخوای باور کنی یاووز. تو اصرار کردی با اون زن شریک بشیم، حالا منو سوال پیچ میکنی؟ فرق داره مهمت. دارم سعی میکنم کار خانواده‌مون رو حفظ کنم. اگه میخوای خانواده رو حفظ کنی باید به منم اعتماد کنی. عزیزم من میرم. چی شده؟ میرم شرکت، یکم کار دارم باید انجامشون بدم، برمیگردم. باشه عزیزم. سلام به همگی. خوش اومدی. سلام عزیزم. تو راه به عایشه گفتم خدا کنه خونه باشی. قبل شام درباره سردار حرف بزنیم؟ مامان تو رو خدا بسه. دیگه نمیخوام یک کلمم درباره سردار بشنوم. باشه، ولی مگه من چی گفتم؟ ناراحت نشو خانم آسمان، این روزا کمی درگیرن. خب این چه ربطی به من داره؟ بیا بریم تو باغ، بعدم بهش زنگ میزنیم. خوش اومدی. گوشیشو بده به من. داری چی کار میکنی؟ نسیمه رو میگیرم. حتما جواب تو رو میده دیگه. چرا این کارو باهاش میکنی؟ اون مثلا مادرته. وقتی منو ول کرد و با تو فرار کرد مادرش تموم شد. نمیدونی اون چی کشیده. راستش اصلاً برام مهم نیست. چرا یه مادر باید بچه‌شو تنها بذاره و بره؟ اگه مجبور نبود هیچ وقت تو رو تنها نمیذاشت. تصور کن که اون خفشو نمیخواد قانعم کنی. هیچ وقت نتونستم به کسی اعتماد کنم. چرا؟ چون مادرم وقتی بچه بودم و بهش نیاز داشتم منو ترکم کرد. وقتی نمیتونی به مادرت اعتماد کنی به کی میتونی اعتماد کنی؟ میفهمم چی کشیدی. تو چی میفهمی که چی کشیدم؟ نمیفهمی. تو کی هستی اصلا که منو بفهمی؟ اصلا چطور رود میشه که اینا رو بهم بگی؟ بهش زنگ میزنم، تو هم باهاش حرف میزنی و میفهمی که دقیقاً کجاست. نمیکنم. میکنی وگرنه اینجوری بابام تو رو زنده نمیذاره. نمیذارم زن و بچم به خطر بیفتن مفسین. بیا بخور احمد، گرسنه نیستی؟ از صبح تا حالا هیچی نخورده. احمد دست خاله رو رد نکن، بیا غذا تو بخور. بدش، میخوام با بابا حرف بزنم. وایسا صبر کن. احمد وایسا، میگی بابا تو دزدیدن درسته؟ فکر میکنی الان داره با میل خودش بهت زنگ میزنه؟ آره. تو خیلی باهوشی، بهش فکر کن. نمیخوام بهش فکر کنم، میخوام با بابام حرف بزنم. احمد این کارت اصلا چیزی رو حل نمیکنه. لطفاً اگه میخوای دربارش حرف بزن. از کی؟ مادرت؟ بی خیال ولش کن. چی میخوای بدونی؟
باید اول یه کمی بشناسمش تا بتونم دربارش سوال کنم. من هیچی از اون نمیدونم. نمیدونم دربارش چی بهت گفتن، اما قطعا اشتباه شناختی. چرا منو تنها گذاشت؟ یعنی میتونی از اونجا شروع کنی؟ راستش نقشمون این بود که با تو و فرید فرار کنیم، اما نتونستیم. قرار شد سر فرصت بیایم و ببریمتون. یعنی تو این 15 سال هیچ وقت فرصتش پیدا نشد؟ نه نشد مفسیم، نتونست پدرت. خب حداقل میتونست یه پیغام بفرسته، میتونست کاری کنه که بدونم به یادمه و هنوزم منو فراموشم نکرده. یعنی واقعا انقدر سخت بود؟ میدونی چیه مفسیم؟ اصلا لازم نیست مادرتو بشناسی. پس لازمه چی کار کنم؟ اول باید پدرتو بشناسی. من بابامو خیلی خوب میشناسم، تو نگران نباش. خیلی خوب میدونم که هم برام پدر بوده هم مادر. هر کاری کرد که من بتونم خوب بزرگ شم و خوب بتونم گلیممو از آب بکشم بیرون. با تمام وجود کنارم بود و هیچ وقتم منو تنها نذاشت. هیچ وقت. فکر میکنی کی خانواده مادرتو اون همه بچه رو کشت؟ از کجا معلوم تو نکشتی؟ یا نسیم خانم؟ به خودت دروغ نگو. شاید نسیمه بهت دروغ گفته اسماعیل. شاید بابام اونجوری که تو فکر میکنی نیست. چی داری میگی مفسیم؟ خودت دیدی نیم ساعت پیش با من چی کار کرد؟ اگه تو نمیومدی الان مرده بودم. اگه پیداشون نکنی یا نگی بهمون که کجان، به هر حال مردی. فهمیدی؟ بفرما. اول قبول کن که جمیل قاتله، بعد همه چیزو خودم. ساکت شو! کجایی؟ بردار دیگه، جواب بده. ندیم، هر اطلاعاتی که به سبیلای ربط داره رو میخوام. چشم آقا مهمت. تمامشو. نمیدونم چرا همه این روزا عصبی‌ان آیشه. آخه این چه وضعشه؟ همین الان گفت به خاطر کاره. نه به اون ربطی نداره. انگار این خونه محدوده خطره، هر لحظه منفجر میشه. تو اینجوری حس نمی‌کنی؟ نمیدونم، من که همچین حسی ندارم. اما مثل این که تو هم یه چیزیت هست. چند وقتی میبینم از یاووس فاصله میگیری. این چیزا بین زن و شوهر طبیعیه، خودت که بهتر میدونی. آره درسته، ولی اینقدر طول نمیکشه. یاووس کاری کرده؟ نه، قضیه این نیست. این روزا نمیدونم چمه، یکم گیجم. بیخیال، ببین هوا چقدر خوبه. واقعا حیف نیست با این حرفا خرابش کنیم. اونا برادرن، خودشون با هم کنار میاد. تو لازم نیست کاری داشته باشی. اگه با هم آشتی کنن ما آدم بده میشیم. خب من اصلا نمیفهمم سردار به ماجرای دزدیدن کشتی چه ربطی داره؟ این حرفا رو ولش کن. بگو ببینم ایپک خانم تا کی میخواد اینجا باشه؟ باید خیلی زود براش خونه پیدا کنیم. نمیتونم برای همیشه اینجا بمونم. درسته، وقتی احمد حالش بهتر شد میفرستمشون برن. ایپک میشه لطفاً برامون 2 لیموناد بیاری؟ این چایی خوردم خیلی گرمم شد. چشم آسمان خانم. مادر شوهرت از ایپک خانم خوشش اومده. آره. هاکان تنهامون بذار. مطمئنین سبیلای خانم؟ مطمئنم، تو برو قهوه بخور عزیزم. خب چی شد اومدی اینجا؟ دلت برام تنگ شده؟ آره؟ بشین اونجا. چی شده مهمه؟ گفتم بشین.
میدونی آخرش چی میشه مگه نه؟ مهمت الان برام آخر یا اولش مهم نیست. بگو ببینم گیزم چیکار کرد؟ حسودی شد ها؟ ولی خب یکی باید بهش میگفت که من قبل از اون اینجا بودم دیگه. تو دیوونه ای، باید تیمارستان بستری بشی. مهمت عصبی میشی جذابتر میشی. باشه نگفتی واقعا چی کار کرد؟ احتمالاً خودشو تو اتاق حبس کرده، گریه میکنه، بیچاره. ندید. یعنی چی ندید؟ یاووز قبل اینکه گیزم ببینه پاکشون کرد. بازم باختی. باشه، هرچی نباشه ما دیگه با هم همکاریم مگه نه؟ کلی خاطره دارم که باید به گیزم جون بگم. داری منو با گذشتم تهدید میکنی آره؟ ولی تو هم با من تو همون باطلاقی. ادامه بدی نابودت میکنم. با هم نابود میشی؟ آره، اگه لازم باشه خودم هم نابود میکنم. باشه آروم باش. وقتی یاووز گفت فقط باید با اون کار کنم خب اعصابم خورد شد. باشه حالا اگه قراره که با هم کار کنیم به عنوان حسن نیت همه ی عکس‌ها رو پاک میکنم. باشه ببین مهمت، ببین چقدر به هم میای. باشه ببین دارم پاکشون میکنم، همه رو پاک کردم. خوب شد؟ تمومه دیگه. از این به بعد فقط رو کار تمرکز میکنیم، قول میدم. فقط یه چیزی ازت میخوام. نمیخوام با یاووز کار کنم، میخوام با تو کار بکنم، فهمیدی؟ ما با تو کار نمی کنیم. نه آقا یاووز نه من. اینو تو کلت فرو کن، گرفتی؟ دیگه تموم شد. برگرد آنکارا یا هر قبرستونی که میخوای بری، وقتت هم هدر نده. ولی عزیزم هنوز کلی سورپرایز برات دارم. سردار جون یه چیزی ازت میخوام. میتونی از این به بعد بیشتر به خونه داداشت سر بزنی آره؟ چون که شیطان درست کنار کسی وای میسته که میخواد گمراهش کنه. اون مدام تو گوشش زمزمه میکنه. بعد یه مدت میفهمی اون آدم خودش شیطان شده. فهمیدی؟ مراد، کارم تموم شد. به همه کسایی که اون زمان جمیل بایکان و نسیمه رو میشناختن زنگ زدم. یکی هست که خیلی چیزا میدونه، بقیه هم شهادت میدن. میتونیم فردا بیاریمش برنامه. عالیه. کی هست؟ خیلی بهشون نزدیکن، برای جمیل کار میکردن، پس خیلی چیزا درباره‌شون میدونن. عالیه. میخوام قبل برنامه باهاشون صحبت کنم. شماره‌شو داری؟ آره دارم، صبر کن. خیلی خوب نگاه کن تا فوت و فنشو یادت بدم. هندونه اونا نمیدونن. میدونی باید چی کار کنی نور جان؟ چند تا تیکه هندونه شیرین و آبدار بر میداریم. خب با چنگال خوب با حوصله لهش میکنیم اینجوری. ببین آبش در اومد، دیدی؟ خب حالا آب هندونه رو میریزیم اینجا. خب حالا ما یه لیموناد خوشمزه داریم. جالبه، برای اولین بار میبینم. معلومه ندیدی. حالا این دومین چیزه. ببین. نه اینو میدونم. 4-5 تا برگ اضافه اینو میدونی نور جان، ولی نه دقیقاً. ببین برگا رو اینجوری نمیریزیم تو لیموناد، بلکه برگای کوچیک و ریز و تازه رو لطیف مثل خودت میچینیم و استفاده میکنیم. چرا؟ چون این کوچیکا طعمش خیلی بهتره، میدونی؟ آره اینم نمونش.
اینم تمومه و این سومین نکته است، خیلی مهمه. خوب نگاه کن. حالا با انگشتت قشنگ شروع میکنی به هم زدن. داری چی کار میکنی؟ ترفندش همینه دختر، این انگشت بهش مزه میده. حالا میبینی چقدر لیمونادمون خوشمزه میشه. صبر کن. همینه. آره تموم شد. باید هندوناشو بیشتر کنیم که رنگش قشنگتر بشه. باشه. بفرمایید آسمان خانم، بفرمایید. ممنون. اوه خیلی خوشمزه است. تو درستش کردی؟ نوش جان، با دست خودم درستش کردم. خیلی خوبه، آفرین. چرا اینو به نورجان یاد نمیدی؟ مال اون خوشمزه نمیشه. البته که یاد میدم، لطف دارین. این فقط لیموناد آسمان خانم، مگه چه فرقی میکنه؟ شما نمیدونین آیشه خانم، من یه چیزی بهش اضافه کردم، باید بچشید تا ببین. ممنون عزیزم، من چای میخورم. نوش جونتون. اوه سردار، خوش اومدی پسرم. سلام مامان، داداش کجاست؟ نمیدونم. خوش اومدی سردار. خوش اومدی. سلام. داداشمو ندیدی؟ رفته کشتی سازی، چی شده؟ نه منم از اونجا میام ولی نبود. زنگ زدم جواب نداد. گیزم میشه تو بهش زنگی بزنی؟ با واسطه های دزدای دریایی قرار داشت، احتمالا تو جلسه است. خب همه اطلاعات و پرونده ها تو کشتی سازیه، پس باید میومدن اونجا. بگو ببینم باش چی کار داریم؟ کارش دارم. تازگی ها رفتارش عجیب شده، میره نمیاد، میگه فلان جامو ولی اونجا نیست. خودش بهتر میدونه. چرا نمیشینی یه چیزی بخوری؟ زود میاد. تو واقعا چه جور آدمی هستی؟ الان فکر کردی خودت خیلی پاکی؟ این سوالا چیه که از گیزم میپرسی؟ چرا انقدر عصبانی یاووز؟ نگران داداشمم. جوابمو نداد، دلم هزار راه رفت. حالا مگه چی شده؟ اون فقط ازت انتظار داره کارتو درست انجام بدی. پس دیگه کافیه دست از سرش بردار. باشه، خیلی ممنون. خداحافظ شما. خوش بگذره آقای گورسکی. زیادی تو فکر فرو رفتی، انگار تو فضایی. میخوای بگی چی گفتی؟ مشخصه که جمیل آدم خیلی بدجنسیه، ولی یه چیزی هست که اذیتم میکنه. خب اون چیه؟ مفسیم. مگه مفسیم چی شده؟ یعنی میدونه پدرش چجور آدمیه؟ به هر حال اون پدرشه، مگه میشه اونو نشناسه؟ خب نمیدونم جمیل دقیقاً چه کارایی کرده، ولی به نظرم دخترش از همه چی خبر داره. شاید ندونه. اون اینجا با پدرش زندگی نمیکنه، فقط همون قدری رو میدونه که بهش گفتن. خب کدوم بچه‌ای به پدرش شک میکنه؟ اون دخترشه. رابطه پدر دخترها فرق داره، دخترها بابایی هن. خب نمیدونم، هر پدر مادری با هم فرق دارن، ولی من و پدرم باید با مفسیم حرف بزنم. چند تا سوال باید ازش بپرسم. مفسیم چطوری؟ وای دختر خوشگلم، عزیزم، حالت خوبه؟ خوبم. پدرت آرومتر شده ولی نه خیلی. اون اینجوری آروم نمیشه، از قدیم همینجوری بود، فقط کار خودته. میبینی؟ آره میبینم. خیلی عادی به زندگیش ادامه داد، هیچ وقت هم با خودش فکر نکرد.
یه دختری داشتم، نه عذاب وجدان گرفت نه پشیمون شد. نمیتونم اینو درک کنم. نه اینجوری هم که میگی نیست. مگه عکس‌ها رو نمیبینی؟ دانه نگاشون کن. میدونی چه حسی دارم؟ انگار سرمو تو دستگاه فشار گذاشتن و هی فشار میدن. حس میکنم مغزم میخواد بترکه. دخترم به خدا منم قبلا همین حسو داشتم، باور کن. ولی یه روز آقا جمیل بهم گفت برم دکتر گفت میگرن دارم. آره گفت میگرن یعنی سردرد شدید داشتن. میدونستی گلم؟ قرصام پایینه، میخوای یکی برات بیارم؟ باشه الان میارم. مراد گوه. سلام آقا مراد. مپسیم خانم سلام. اگه وقت دارید میتونیم امروز هم دیگر رو ببینیم؟ چند تا سوال ازتون داشتم. وقت ندارم، تلفنی بپرس. بهتره ببینمت. پس باید صبر کنی، فعلا نمیتونم.